سلام بچه ها، من زنامم و خوش اومدید به اولین ویدیوی من در چنل یوتیوب که درباره گلد کردن نایفه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اینکه ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب و آقا هرچی سریعتر بریم به سراغ آموزش. خب آقا بریم برای آموزش گلد کردن این بزرگوار. اولی میگه که کیل ساده، یعنی شما بقیه رو انجام بدین این خودش پر میشه. دومی میگه که کیل از پشت انمی، یعنی شما به این صورت انمی رو از پشت بزنید به همین سادگی. و بریم به سراغ سومی، بشینید و کیل بگیرید به همین سادگی میزنیم، زاویه خاصی هم نداره، هر جا زدید. بریم به سراغ بعدی، 2 تا کیل بگیر و نمیر به همین سادگی. اولی رو میکشی، الان یکی تو رو بکشه دیگه حساب نیست، سریع ترین حالت ممکن. خب الان حساب شد، الان یکی شد. این هم خیلی ساده بود. بعدی هم با یه پرک خاصی باید کیل بگیرید. اینجا میرین پرک آبیه، این پرک بر من هست، با این پرک رو میذارین و باش میرین هرچند کیل لازم است رو میگیرید. و آخری که شبیه گزینه چهارمی بود، 3 نفر رو باید پشت سرم بکشید و نمیرید. دقیقا مثل همونه دیگه، باید برید 2 تا 3 تا، یکی، اینم یه دیگه، اینم دومیش. الان اینجا که شما رو بزنید دیگه حساب نیست، اینم سومیش. و آقا چطور سریعتر این کار انجام بدیم؟ این داخل مولتی حواستون باشه حتما رو گزینه مچ باشه، جا بات های بیشتری داره. سبک بازی حتما فری فور آل باشه که همه با هم دشمن، و مپ هم بچه ها بزنین یه جای جمع و جور دیگه که همون شیپمنت بهترین گزینه است، اصلا آدم کیف میکنه. و آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل سابسکرایب. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.